زمین لرزه 6.3 ریشتری در شمال افغانستان، مزار شریف. زمان و مکان وقوع: تاریخ یکشنبه 2 نوامبر 2025، 12 عقرب 1404. زمان ساعت 1:52 بعد از ظهر و وقت محلی. شدت 6.3 در مقیاس ریشتر. مرکز زمین لرزه در نزدیکی ولسوالی خلم در فاصله حدود 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر مزار شریف، ولایت بلخ. عمق حدود 10 کیلومتر. زلزله کم عمق که معمولاً خسارات سنگین تری دارد. کشته شدگان دست کم 20 نفر. بر اساس آمار رسمی وزارت دولت طالبان تا شام 2 نوامبر. مجروحان بیش از 640 نفر. عمدتاً در ولسوالی‌های خلم، دهدادی و نهرشاهی. خانه‌های ویران شده حدود 2500 خانه خشتگلی به طور کامل یا جزئی تخریب شدند. مناطق بیشترین آسیب روستاهای اطراف خلم و چاربلک. ساختمان‌های آسیب دیده مهم: بخش‌هایی از مسجد آبی مزار شریف، مسجد کبود، دچار ترک‌های بزرگ در دیوارهای گنبدی شکل شد. مدرسه علوم اسلامی و چند بیمارستان محلی دچار خسارت سازه‌ای شدند. نیروهای هلال احمر افغانستان و وزارت دولت برای رسیدگی به حوادث به سرعت تیم‌های امدادی را به محل فرستادند. طالبان اعلام کرد که نیروهای نظامی و داوطلبان مردمی در حال آواربرداری‌اند، ولی کمبود تجهیزات مکانیکی، بیل مکانیکی، جرثقیل و آمبولانس روند کار را کند کرده است. تعدادی از مجروحان به بیمارستان ابوعلی سینا در مزار شریف منتقل شدند. زنان و کودکان بخش بزرگی از آسیب دیدگان هستند، چون بسیاری از خانه‌ها در زمان وقوع زلزله محل استراحت ظهرگاهی خانواده‌ها بوده است. سازمان ملل هشدار داده که این حادثه در آستانه فصل سرما ممکن است بحران جدیدی ایجاد کند. خانه‌های گلی و خشتخام که در زلزله تخریب شده‌اند معمولاً قابل سکونت مجدد نیستند. در ولایت بلخ دمای شبانه در این فصل به زیر صفر می‌رسد و بسیاری از خانواده‌ها در چادر یا فضای باز شب را سپری می‌کنند. کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم گزارش شده است. واکنش بین‌المللی سازمان ملل، UNOCHE و صلیب سرخ جهانی از آغاز ارزیابی میدانی خبر دادند و قول دادند که کمک اضطراری شامل پتو، چادر و مواد غذایی ارسال شود. پاکستان اعلام کرد که 2 هواپیمای کمک رسان با دارو و مواد غذایی به بلخ ارسال خواهد کرد. ایران نیز از طریق کنسولگری خود در مزار شریف پیشنهاد ارسال کمک‌های فوری داده است. با این حال به دلیل نبود هماهنگی رسمی میان حکومت طالبان و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، ورود کمک‌ها ممکن است با تأخیر روبرو شود. تحلیل فنی: منطقه بلخ در امتداد زون لرزه‌خیز هندوکش قرار دارد، جایی که صفحه هند به زیر صفحه اوراسیا فرو می‌رود. در طول 50 سال گذشته بیش از 15 زمین لرزه بالای 6 ریشتر در این ناحیه ثبت شده است. کارشناسان میگویند چون بیشتر خانه‌های روستایی بدون اسکلت فلزی ساخته می‌شوند، حتی لرزه‌های متوسط می‌تواند باعث ویرانی گسترده شود. طالبان تلاش کرده تا نشان دهد کنترل بحران را در دست دارد، اما برخی شاهدان گزارش دادند که نظام امدادی ناکافی است. نبود رسانه‌های مستقل و محدودیت فعالیت خبرنگاران ارزیابی دقیق خسارات را دشوار کرده است. برخی فعالان حقوق بشری هشدار دادند که زنان بی‌سرپرست در اردوگاه‌های موقت دسترسی کمی به خدمات دارند، چون بخش‌های امداد عمدتاً مردانه اداره می‌شوند. نتیجه‌گیری زلزله اخیر یکی از شدیدترین حوادث طبیعی پس از زمین لرزه هرات در 2023 محسوب می‌شود. با توجه به شرایط سیاسی، نبود زیرساخت‌های مقاوم
و کاهش کمک‌های بین‌المللی احتمال می‌رود که پیامدهای این حادثه تا هفته‌ها ادامه یابد. اگر بارندگی‌های زمستانی زودرس آغاز شود، خطر بیماری‌های واگیردار مانند اسهال و ذات‌الریه در میان آوارگان بالا خواهد رفت. از همراهی شما سپاسگزاریم. برای دنبال کردن تازه‌ترین رویدادها و تحلیل‌های سیاسی افغانستان، کانال اخبار امروز را سابسکرایب کنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.